الله در قرآن میگه ذکر که میکنین لا اله الا الله، افضل ذکر رسول الله میگه لا اله الا الله. یا چی میگن؟ لا اله الا الله الا هو الا هو و هو 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 هو. لا اله الا الله تنها هو شد، خب تغییر دادی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، دیگه سخن نگرفتن، اون چیزی گفته شد او را تغییر داد. یعنی چی میشه؟ یه عذاب ذکر نیست. الله میگه وقتی که ذکر میکنین الا بذکر الله تطمئن القلوب، این دیوانگی میکنه نه؟ ای تو خستک میزنه، ایستو خیزده، اوسو خیزده، ایستو ملاق دیزو، چی گپ شد؟ جذب شدیم ما. جذب میگه، خب جذبات است، دروغ میگه. اگر جذب میشه یک پیر بیا که مریدش در 14 منزله وزارت مخابرات بالاش میکنیم، پایش کشال میمانیم، میگه میگه جذب شدی، خطا خوردی، خوب بسیار خوب بگی دیگه. امام شعبی هم میتون میگه این دو وقت همی بعد صوفیا پیدا شد، میگه هر کی جذب میشه در کو بالایش کو، در یک نوک اکسنگ و نموجه بخوانه ذکر کنه، اگر جذب شد خطا خورد صحیح است. او جذب خویش که نمیفهمینی، ولی اونجا میفهمه که زیر خطر است، جذب نمیشه. خب سر توشک و فرش مسجد جذب میشه، اوسو خیز دی، ایسو خیز دی. الله میگه رقص نکنین، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. استا الله را یاد کنین، ذکر کنین. این رقص میکنه و موسیقی مینوازه و چیق دلا اسپیکر چیق میزنه. لا اله الا الله الا الله الا الله الا. یک دفعه شد در اسپیکر 20 نفری شروع میکنه. چی میکنی؟ ذکر میکنی. ذکر نیست، بسیار خطرناک است. خب کلمات شرعی را تغییر دادن، طریقه عبادت را تغییر دادن، خطرناک. رسول الله هم بعد از فرض میگه بگین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا چی میگن؟ اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام فعینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام. این تو گفته میره، پیش خود زیاد کردن میره. این بدعت میشه، خطرناک است. کل بدعت ضلاله. یا برش میگی که در نماز الحمدلله را بخوان، او یک چیز دیگر را میخوان، نمیخوان الحمدلله. یا میگی یک رکوع بکو، دیگه میگی به اطمینان بخوان، آهسته بخوان، یا الحمدلله بالحمد الله اکبر، سیده میره در سجده سبحان الله. میگم وقت بی بالا شد، به طریقه خود میخوانه. خلاصه عید دو دانه عید است، عید قربان، عید رمضان. این میگه نوروز هم است، یلدا هم است، براتی هم است، چقدر عیدای دیگه، روز زنا، روز اطفال، روز دیقان، روز معلم، روز فلان، روز فلان. اینقدر جشن‌ها جور کردن.